یا شکی دیدم آشی وطن یادم آمد. قابل پلوای وطن. اخ جان خوش آمدی یاری وفادارم نوکی یاری وفاداری یک تا موچ کنم. آپا گفت که یک تا موچ کنم. نمیفهم که مرا گفتن یا یارا. یا میگه هر کسی که از این غذا نوش جان کنن بنوشن یا بخورن که شروعش البته همه تو بقوت میشه. نما دیگه نه خوش رو دیگه نه. بسم الله الرحمن الرحیم. شما خیره کمکی آپا کمکی طرف برو دیگه نه افغانستاندن وای ملدیس حقیقتا قاشقوزی چرالیلیگیدن bildim ben siz Afganistan'da tursun. عزیزای دل سلام و درود. امید که جور و صحتمند باشین. همیشه هم تو شاد و خرم. قسمی که شما میبینین عزیزای دل امروز ما در چهارسو بازار هستیم. چهارسو بازار خیلی یک بازار کلان، یک بازار بزرگ است که انواع و اقسام چیزی که بخوای اینجا پیدا میشه. دیگه فعلا ما در مرکز غذاهای خیابانی هستیم. همون تصنی؟ سلام علیکم. سلام و عرض ادب خدمت تمام شما بینندگان عزیز. امید که جور و صحتمند باشین. امروز طبق برنامه که داشتیم روز اول ما بودن، امروز روز دوم هستن که آمدیم ببینیم بازار چهارسو. آمدیم با همراه همکار ما که ما ازبکستان زیاد بلد نیستم دیگه، یه همراه ما همکاری میکنه. آمدیم امروز فرهنگ ازبکستان برای شما نشان بدیم که چه نوع غذاهایی داره اینجا و بیننده باشین. یا که است زیاد پشت غذا دق میشن خواه همیشه زیاد غذا را خوش دارن. بوی غذا در دماغشان زدم پیش از اینکه دراییم. مقصد پیش از اینکه بیایم یا کتمو یاندکس که ما برشان گرفته بودیم راه را غلط کرده بودن، نمیفهم چی کرده بودن. بیشتر از یک ساعت ما را اینجا منتظر دی سردی هوا کم که سرد است دیگه. بیشتر از یک ساعت ما را اینجا منتظر کردن. یا پس عزیزای دل شما بیننده ویدیو باشین تا آخر. ما براتون اینجا یک پستا کتش گپ میزنیم ببینیم که چه غذا را آماده کرده میتونه و چه قسم غذا آماده کرده میتونه و غذاش چیسته. پس از بریم ببینیم. همون تصنی؟ یا شکی دیدم آشی وطن یادم آمد. قابل پلوای وطن. اخ جان چک مزه میته. شما ازبکیاش خوردین؟ نه نخوردیم دانزم. ندیدیم روزی دوم است آمدیم دیگه. شما که ندیدیم ما از کجا بخوریم؟ این آشی ازبکی که است خیلی سیر روغن میباشه اما از ما و شما کم روغن میباشه. خلاصه آشان مزدار است با تمام جزئیات و تمام امتا لا و لوابش از دیگه. از اگر شما سفر کردین حتما آمده از آش ازبکستان از پلو ازبکستان نوش جان کنید دوستای عزیز. پس یعنی دوستایی که اینجا هستن یا غذا و یگان چیزا که دارن بگیرن. ما و شما دیگه کتمی اپا یک چند دقیقه چق چق کنیم بگفتی تاجیک. شما نان خوردین؟ بله نان خوردیم. یا نان خوردن امروز؟ باز نگوین که نگفته بودی. مقصد دیروز هم نان خورده بودن شکمشون سیر بود، امروز هم نان خورده شکم شما سیر است. مقصد من خیلی خوشحال هستم که شکم یا سیر می باشه چون از یک ما شکم سیر میکنیم میبینیم که شما نمیدین از خاطر هستید مهمان نوازی نمیکنید. مجبور هستیم که شما رو منتظر بانم تا شکم خود سیر کنیم باز بیایم. یا دیگه ضرورت ندارن که اینجا غذا یا یگان چیزی نوش جان کنن. ما شما چشک میگیم نه؟ شما شاید یک چشک کنین غذا را بس خلاص دیگه نمیخورین. ما غذا نمیخوریم. السلام علیکم. علیکم السلام. yaxshimisiz? Kelinglar, yaxshi keldinglarmi? Yaxshi. Aka siz oldin yil sizni bu yerda ko'rmaganman. Yo, men 19 yildan beri ishlayman. Kelganingiz. Faqat bu biz 19 yildan beri shu bozordamiz. bu shashlik qanaqa tayyor bo'ladi? Shashlikni har xil tayyorlaymiz. Jazlarini to'g'rab tayyorlaymiz. Bir kun oldin qiymasini muzlatib tayyorlaymiz. Ularni ham to'g'rab piyozga aralashtirib, jigarini sho'tda sveji tayyorlaymiz. Mana jigarni sho'tda o'zida shunda bir pasta tayyorlab yuboramiz. Keyin bunga sirazu anaqasini sepamiz. Bular bir kun oldindan bo'ladi tayyorgarligi. که البته کباب کوفته دارن، کباب جگر دارن، دیگه کباب گوشت دارن. یک سیخ یا به نظر من 3-4 سیخ افغانستان میرم تو کلان سعی کنین. اینجا به نظرم زیاد گوشت دوست داره از خاطر.
یا خب این مردم خیلی گوشت دوستدار هستن. به نظرم شما با یک سیخش سیر کنین. البته با نیم سیخ از سیر میکنیم. یک کباب دارین؟ ندارین؟ چرا؟ از کباب زیاد علاقمند کباب نیستم. چی خوشتون میه؟ ما فقط فعلا که دشتیا ندارم. من هر چی که میکنم از زبان یا گپ بگیرم که چیزی میخورن، اما این تو یک مهمانی هستن که چیزی نمیخورن و چیزی خوش ندارن. خوش که داریم ولی نمیخوایم از خاطر که سر شما مصارف زیاد نشونه، از اون خاطر است ما نمیخوایم که یک مهمانی سر اضافه سر شما باشیم. چقدر مرا خوشحال میکنه دختر بانو. اما همکارا که باشه با آدم دیگه خیلی راحت میباشه، چیزی نخورن چیزی ننوشن، چقدر راحت چقدر ریلکس میباشه آدم، برنامه با جالبی خود تیر میشه. همون هست نه؟ پس مصرفم کم میشه. خاطر که مصرفم کم میشه. یاپا کی است تاجیکی را میفهمه. همین پیش از اینکه من اینجا داخل شم گفت خوش آمدی. باز من گفتم خوش آمدی یاری وفادارم نوکی. تاجیکی را یاد داره. مقصد آپا را سعی کو. باز نگویی که آپا یاد نداره. siz nima qilasiz opa? Baliq, hasib. O'z Ot go'shti. چی هستن؟ اسمی غذا که است نارین است. نارین با گوشت اسب جور میشه. نارین که است با گوشت اسب جور میشه. یاپم زیاد مقبول است نه. آپا چرا لیست زن؟ آپا که است در وقت کارم به خودش میرسه میتونه. Savdoda odam приятный bo'lib turish kerak-ku. راست میگه وقتی که سودا که اینجا ما چی میکنیم یکم که آدم به خودش برسه که مردم بیا طرفش یگان چیز بخره سعی کو. بله ها مقسم هستن کل دا مرد زن مقسم است. وقتی که یک چی نباشیم کس نمیبینه میگه ها برو نه شما از بدتر است. خزن میگه همت یک نام داره. من نامش سعی کن داخلش سعی کو. میخوری یکم که براتون بگیریم خیره. چرا؟ بسیار جالب است. در رودا در داخل رودا ما چرا میندازن؟ مقصد زیاد جالب است. ما خو تا هنوز نخوردیم نوش جان نکردیم. اگه شما اشتیایتون کش میکنه دیگه پیشی دیگه هیچ نه واقعا بسیار غذاهای جالب داره. آپا بو بالق ما؟ Baliq muzlar tayyor qilasizlar? Men hozir pishiraman, mana shu pishiraman. واو اینجا که است آپا ماهی پخته میکنه. او مای گاد آپا حاضر بینگه بیت سوزای تیز اشتمادم نما دیدیز؟ Yakta much kunam. آپا گفت که یک تا موچ کنم. نمیفهم که مرا گفتن یا یارا. مقصد نمیفهم یک ما نگفت. نه شما را اتنا نه ما را نگفت شما را kim gaytiz bunu? Bu qizga aytdim. Ko'rdingiz Doktori xushro yakta much kunam dedi. Doktori xushru یک تا موچ کنم. سعی کن. biz buni murch aytamiz. Murch. Opa buni sal bitta qo'shiq berasiz salisam bo'ladi? Можно? Tebiyuka bilan qo'shib. Shunda baliqning so'ki o'zida qoladi, ichida qoladi. Sochni bo'ladi. Bu oq nima? Clear. Ha, Nimaga bo'lsa siz? bunda un bo'ladi, suv bo'ladi, jo'xori un bo'ladi, jo'xori un. Kukuruzli mukka bor-ku. کتی آردی جواری او را درست میکنن به خاطر که ایتو منظم و پاک هم تو لذت دار بیایه. از او خاطر کتی آردی جواری او را آماده میکنن. دایی بازار چون ما که هستیم پیسه دار نیستیم زیاد. تو آدمی کم پیسه هستیم. از او خاطر ما بازارهای خیابانی را گیر میکنیم. مثل افغانستان چیپس برگر که غذاهای خیابانی از ما کسته در وطن کسته چیپس و برگر است که ایره شما دستان بگیرین ببخشین دیگه. یعنی بیتا بیرین گفا؟ رحمت شما یک کم یعنی خیره. یعنی خچو شما تک باید مزه ایره بچشون. یعنی خچو آقا میگه خورید. نه спасибо نه یک تون خورین. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزا کتی گوشت اسب جور میشه ای. خیلی مزه‌دار است و خیلی مردم خوش داره ایره. خیلی زیاد خوش دارن. مزه‌دار است نه؟ اینجا کم دیگه بخوریم خیر؟ نه نخواد. مزه‌دار است. تو غیر هستید ما؟ مزه‌دار است ولی گوشت اسب ما هیچ وقت نخوردیم. از خاطر گوشت اسب برای ما زیاد خوشایند نیستم.
بگی شروع شب خوب نه نمیخورم شما رو گفتن همراه ازی میخورم Bitta ko'ring, bo'chi. یک کوشلا Bu opa- اینن راحت opa- bu judayam yaxshi mehmon afg'onistondan kelgan umuman yemaydi shunaqa yaxshi-ku Ekonomichnilik. unaqa demang opa menga nuqs bo'ladi nuqs qilasiz meni ko'p yeyadi keyin yemasa yaxshi pulimiz ko'p ketadi opa kam yesa yaxshi ira shirvoy gufta shirvoy kula geçtik tak Mazali bo'lgandan ham bu bor-ku. Quvvat bo'ladi. Quvvat bo'ladi. qanaqa opa yo Ot kuchi bo'ladi. yo mega har kasi kazi g'izo nushijon kanan bunu shan yo buxuran kate shirvoysh albatta hamta baquvvat mesha Erkaklar yeydigan ovqat-da bu. Viagra ovqat, Viagra ovqat. opa خیلی خوشقصه است مگه هر کسی که غذا را نوشیجان کنه ام تو بقوت میشه دیگه میتونه که 24 ساعت قسم موری برنامه جور کنه تهیه کنه همون تاست نه شاید نمیفهم ولی ما خوش نداریم از این غذا شما قطع مرچ قسم هستین مرچ قطع مرچ خوب هستین تشکر ما مرچ نمیخوریم ما قسم خورده نمیکنیم اینا بگیرین شما بخورین شما دیگه نوشیجان کنید تا آخر بازار میبینیم شما سیر میکنید ما باید اینا بخورم همه قسم از هر نوع غذا شما باید تست کنید ما کسی مهمان هستیم سر شما نان نمیخوریم تا آخر بازار میرسیم شما باید شکمایش مسیر شنه نه من نان خورده اومدم خب بازم به خاطر شما میخورم یکم یکی تشکر چای آفر خرشه بسیار آفر سعی کو شما را چقدر دوست دارم مهمان هستین گفته براتون چای تمام چیزا اینجا مجهز کرده آفر bu keçi Afganistan'dan kelgan. Umuman Yo. Sekin tayyor bo'lyapti, qizaryapti. Xristian ishi bo'ladi mana. Sovuqlari ichida qoladi-da, sochniy bo'ladi ichi. Keling. Очень вкусно. У нас еще томатный соус есть. Zebo. Nima degani? Xushroq degani? Opa rahmat. Rahmat opajon. Rahmati kalom deydi. Nima dedi? Rahmati kalom. Rahmat xo rahmat. Rahmati kalon nima ma'no beradi? Katta rahmat. Biz ham kalon deymiz opa. Yo'q, o'zi bizda Toshkentda katta rahmat deydi. Men tojikcha aytmayman sizlarga kalon deb. Rahmati kalon. Biz ham rahmati kalon deymiz opa. Keliniz bormi opa? Yo'q, endi universitet bitirdi o'g'lim. Kichkina, kattadan bitirdi, kichkinam 3-kurs. Ha, yaxshi. Xo'p opa, biz qaytib kelamiz bir aylanib, keyin Kecham qorningda yana ochib qoladi. shunaqa qilamiz. Keyin kelamiz bitta. Da. Bu opa yemaydi. Yedi. Хорошо. Шоед бад аз Beraman sizga zo'r somsa olib kelib beraman. самса. Хорошо. Qani somsa opa? Ana. Хорошо. Baxotir somsa beraman. Yo. Opa hozir biz aylanib qaytib kelamiz. Xo'p azizlar, ham Zebo opa degan xeyli یک زن هم تو مهربان و خیلی یک زن خوب است. ما چندین بار اومدیم پیش زیبا اپا اینجا از پیش غذا خوردیم. البته ما نارین زیاد میخورم. شما را خبر داشتین که غذا قوی هستند به خاطر ما از خاطری که همیشه ما شما ویدیو Nasibasini qoldirish kerak emas, yeb qo'yish kerak. hozir yaman xavotir bo'lmang opa, hammasini yaman. بخورین کلگیش Kulagish ham میخورم. شما نترسین. شما میکروفونمو کم بگیرین. من میخورم. شما هیچ نه ما واقعا علاقه‌مند از این نیستم خانگی اگه باشه میخورم ولی بازاریش دیگه زیاد شو وقت میرم میگم افغانستان. باز رفتین جدا؟ Mani uyimga mehmonga bordik. خب Qachon siz uyingizda bo'lasiz opa? Kechqurun bo'ladi. Yo, kechqurun kunduz kunni ayting bizga. Har kuni ishlaymiz. Ana, mehmon qilasiz, uyimga keling deysiz, ammo o'ziz Yo'q. Kech payt ham bo'ladi-yu. Kelsa ujinga taklif. Zebo opa Zaroboni ra mehmon kat. Uyda cho'zmalar qilib beraman. چقدر مردم مهربان است Opa menchi? Men ketdim opa.
زیبا پا دیگه زهرابانو را مهمان کرده. زیبا و زهرا چقدر نامشون با هم دیگه میخونه. خب باز پسار من خودم گفتم خی ما چی میگه خی شما را میخوایم. خیره خی شما را میخوایم. به خاطر خودم یارو میخواه. ببینید زهرابانو شما در چی میکنین؟ ما چیزی نمیکنیم. ما آمدیم همراه زیاپا اون گپ طرف بزنیم. باید ما اون طرف مصروف بودم از زا سعی کردم که قطعی آپا هر دوش در این طرف آمده قصه داره. یک رقم قصه جالب قصه داره. آپا لبای bu qiz norin pishiradi. خب شما نارین پخته میکنین اینجا؟ نه ما Shogird bo'ladi, shogird. شاگرد آپا شده. خلاص میرم آپا اون در رفتم. دیگه میخوایم اینجا آشپزی Ya کنیم. Afg'onistonda norin pishiramiz. هر وقتی که افغانستان رفتیم میگه باز اونجا پخته کن نارینه. ما اینجا یادت میتیم برات. شونقه ما آپا؟ نارین نداریم در افغانستان. از خاطر باید یاد بگیریم. قنقه است؟ Bunda guruch bor. Yo. Guruch bormi? Guruch bor, qiyma bor. Ha, گوشت است نه؟ mol go'shti. گوشت مال است دیگه. برنج است در داخلش. همه چیزا را گت میکنن. روده است. یا این من رحمت آپا. Ismi? یا آپا اگر بونو ایسم یعنی اون 5 هفته که نوقلن میمن عموما اونده. Yo, yaxshi. Voy, delikates-ku. خب یا ما کلپایچه ازبکستان. شما در خانه تان وقتی که قربانی میکنین نی؟ حتما قربانی میکنین. بله یا نمیکنین شما قربانی؟ میکنیم. چرا نه؟ چرا شما گاو قربانی میکنین یا مرغ؟ نه ما گسپنه. خب یا گفتن گوسفند ما قربانی میکنیم. ما هم گسپنده میکنیم. خب یا که گوسفند قربانی میکنه حتما کلاو پوچه پخته کردین در خانه نی؟ نه ما پخته نکردیم. کی پخته کرده؟ همیشه مادرم پخته کردن. خب خوردینش دیگه. یگان بار خوردیم فقط. مرا مگم باز کلاو پوچه بعدم میاد شکمبیشه که پخته میکنه کتیشو خوشم میاد مگم. نه مزه هیچ کدام هیچ خوشم نمیاد. خیلی چسب کس نی؟ نه هیچ کدامش خوشم نمیاد زیاد. ولی خلاصه یگان بار ما کسی کلاپایچه را در افغانستان کوچه میکنیم. شاید کوچه او چی است؟ یک قسم همراه کلاپایچه گندم میندازیم. باز نرم که میخوریم. شاید شما یگان چی دیگه بگید. ما یک نام دیگه میگیریم میرا. راستی شما شورنخود خوردین؟ شورنخود در افغانستان زیاد است. شورنخود در هر جای هستن. از زای دل من همیشه که در افغانستان دکان داشتم و در دکان که میبودم باز 10 دقیقه بعد 20 دقیقه بعد از این پیش دکان ما شورنخود فروش ها تیر میشد. در کراچیگک داشتن نی؟ قدر مزه‌دار بود که پرسان نکو. اینجا دیگه شورنخود چون اینه کتی روغن دنبه پخته میشه. نه قد روغن دنبه هر چی که باشه بدمزه است. چرا؟ ما از روغن دنبه هیچ خوش ندارم. Assalomu alaykum aka. Qanaqasiz aka? Zo'r, charchamayapsizlarmi? Buni ismi nima? Bu no'xat sho'rak. Naxit shur. No'xat sho'rak. Yo naxit shurak megan, ma shuma shur naxit megim. Barak. Mazasi qanday? Mazasi do'da. Yeb ko'rasizmi? Bir yeb ko'rsam. Ta'mini ko'ring. Bismillahirrahmanirrahim. Shimo. نه تشکر. Xayr aka makin. نه همراه دنبه است. Приятно аппетита. Mazza bor. Judda ham shur qildingiz aka. Buni U nima? yeb ko'rasiz. Sho'r emas bu. Sizga tuz deb berdim hozir. Ishtangiz ochilsin. Faqat savol nagunez bukrim faqat. Voh. Spasiba. Ismingiz nima tog'a? Asadbek. Asadbek. Toshkentlikmisiz? Bu qanaqa go'sht menga berdingiz? Sizga berganimiz ot go'shti. عزیزا من نمیفهم کیا را خوششان آمد بازار نامد
یک رقم حس هوایشون دیگر شد. کمی خنده به لبشان آمد. نمیفهم که از غذا خوردن ما خوششان آمد یا از غذا خوردن ما خوشتان آمد نه؟ زیاد شما می قسم شکم خود سیر میکنید در بازار که آمدین دیگه ما قسم چال میرفتیم در وقتی که در بازار میریم یک چیزی که خوش میآید هر کدام شکتی است که میریم بعد از اون شکم تا سیر میشه که در خانهش نان مان نمیخورین؟ نه ایش آخر نمیخریم همه قسم میریم دیگه شما امروز گفته بودین که ما دیگه جای میریم شما امروز ما را ماجیک سیتی گفته بودین راستی یا ما بیگه بریا گفته بودم که ما فردا اولین چکر ما شما را باید ماجیک سیتی ببرم که ماجیک سیتی را ببینین اما ماجیک سیتی کامره کلان رخصت نمیتن ما رفتم نه رخصت نمیتن دیگه او را پلان کردیم بخیر با روز بعدی یک کامره خردترک بگیریم به خاطر بینندگان عزیز کسایی که ما شما را میبینه اونجا یک ویدیو که تو کوتاه و برابر برشان بگیریم یکی چکر ما و شما میزنیم او هم چکر ما و شما را ببینن و لذت ببرن از او خاطر رو دیگه شما عزیزا تا آخر ویدیو با ما باشین این هم ویدیوی ماست ما که تیار میکنیم براتون آماده میکنیم همکار عزیز ما کس یک کمکی گشنه مونده شکمش سیر کنیم باز بخیر پس ما با شما هستیم عزیزا خانم فکر نکنین که خانم غذاست نام غذاست اینجا خانم همون هستی؟ شاید ولی ما بلد نیستم دیگه اولین بار است یک قسم غذا را دیدم شاید ما را یک چیزای دیگه بگم ما قسم هم پخته نمیکنیم در طرف ما و شما قسم نیست مزه‌دار سعی که طرفش که سعی میکنی دیگه سیر میکنی خودت چکمت سیر میشه ما قسم دیگه کلان و چقدر مزه‌دار باشه ما خانم خوردیم اما از یاپه را نخوردیم نخوردیم خانم خوردیم از یاپه را نخوردیم خانمش البته مثلا در هر کانالا که ببینیم چینالا که ببینیم زیادتر امی بازار نشون میده امی نوع غذایش زیادتر به نمایش مثلا این غذای مشهور ازبکستان یکی از غذاهای مشهور شمی است به نام خانم ولی نمیفهم که یک خمیر هستن دیگهش نمیفهم حالا که تستش کنیم میفهمیم که چی است اکس خانم میگن میسیز واشه زن نسا که اگر دمش نیگه قرگنده به همه یخشراده بولیم هر دایم میجه هستیز نو پایت کیس آشتنم زن نرسه رو اسمیز نمه؟ اسماعیل اکا میگه من خانم زیاد خوردگیستم و خانم زیاد میخورم خوش دارم همیشه آپا دیگه بیخی قطع میمویش در چشم در آمده رایز بیچاره آپا یکم اکی طرف و طرف برو دیگه نه آپا بیتم بزگاولینگ دا شد تیمز آپا برامز مونگه؟ اتن که برامز مون؟ siz o'zingiz yeng tez qiling keyin bizga ham beradi hammasi opa bizga ham bering qanaqasiz opa yaxshimisiz ismingiz nima opa farida opa xonimpazi mashhuri xonim doda xonimpaz ma megim ma ushma yo xonim doda megan afg'onistondan voy malades haqiqatdan qosh ko'zingiz chiroyliligidan bildim men siz Afg'onistonda tursangiz. Rahmat opa buni qanaqa tayyor qilasiz? Buni qanaqa tayyor? Mana ovqat tayyor qilgandek qilamiz, ertalab turamiz, xamir qilamiz. Necha yil bo'ldi ishlaysiz? 5 yil bo'ldi bolam. 25 سال میشه که کار میکنه اینی کارش است واو حتما زیاد opa menga berasiz sal bitta ku bering yo shoyad باید شما بخورین نه من спасибо opa غذای مشهوری ازبکستان غذای شیبانان خانم است که همکار ما میخوره دیگه همه هر نوع غذا را در سر از تست میکنیم واقعا پرفکت مزه‌دار است شما باید بخورین از این مزه‌دار است خیلی زیاد برات خیر گتیدید ما مالی من مایداله بیرم ولا من مشتاقم جدا مزه‌دار من کتاب دیم مزه قلدم مزه قوت موغلا زیاد مزه‌دار است باید منتظر ما ماندن نه منتظر شما خو نماندیم شما دیگه یکم که این طرف خود دختر خانم عادتشون است که یکم به خود میرسن و آرایش میکنن و دیگه
میکاپ و پودر میکنن با گفت ما و شما گچ و گلمالا میکنن دیگه از خاطر نوحق کردین نه تو گروبان هست که سریاپا نوبت نیست از یا کس شکمشون سیر از دیگه نخوردن گرفتن برشون گفتن نمیخورم عیب من نیست دیگه نه از خاطر همین همکارای ما نخوردن دیگه ما نمیخوریم غذاهایی که ما دست نداریم سلام میزنن بازو دیگه هیچ نخورن خودم میخورم صحیح نیش جانتان مزدار است نه؟ نمیفهم بخور نه قشق بگیر براتون یک تست کنی خیره یا غذای زیران باید یک تست کنم خودی نمیفهم ما از افغانستان هستیم پشتم نشه خان گناه داره گناه مزدار که نبودیم ما همیش غذای وطنی خود خوردیم از خاطر زیاد برای از ما مزدار معلوم نمیشه یا وات سرکه مزه قنده یکا توقع زور ما کامرامین ما میگه که مزهش خوب بود دیگه خیلی شما واه واه مزه کردم چرا خم بود خوب بود عالی مزه کردین نه قدر از غذای زیاد ما از خاطر که زیاد غذاهای وطنی خودم میخوریم غذای خیابانی نخوردیم بدون چیپس و برگر و چی از خاطر من خیلی خوش دارم غذای خیابانی را خیلی زیاد نه ما دوست داریم ولی یگان بر وقت کش نباشیم دوست داریم وقت نباشیم نه یا گش نباشن دوست دارن خودشان گفتن حالی سیر هستن دیگه چیزی نمیخورن گفتن ما تا شب چیزی نمیخوریم سیر هستن بخی تا شب چیزی نمیخورن ما اگر نانم که بخورم باز میدیم این غذا را که ببینه که نخورم باز کتیم قهر میکنه نه از ما قسم نیست دیگه از شما- بچه‌ها نیستیم خب از ما مقصد خیلی زیاد بخوریم قهر میکنه خب زیاد بخوری قهر میکنه من مقصد شکم زیاد دوست دارم خودم زیاد دوست دارم خوب است که دوست داشته باشین بازار کسی که غذا تعریف کنه دیگه من باز او را اگر نه بگم چی کنم باز خیلی بد میشه او خفه میشن شما دیگه دوست دارین شکمتانم ولی ما کسی ما هم شکم دوست داریم ولی وقت کش نباشیم میخوریم نباشیم نه از خیابان نمیخوریم سیر هستن خودشان گفتن سیر هستن سیر است. خودشان گفتن سیر هستن از زایدل ای بود ویدیوی از غذای خیابانی که در شهر تاشکند در چارسو بازار است خدا کنه شما لذت برده باشین کسایی که سفر میکنه به ازبکستان حتما از این بازار دیدن کنن لذت ببرن بیاین غذاهایشون یک تست کنن ببینن که مزه‌دار است یا نه پس از زایدل شما را به خداوند توانا میسپارم کانال ما را لایک کامنت سابسکرایب از یادتان نره دیگه حتما کنین خب با زور سرشون سابسکرایب میکنن دلتان سابسکرایب میکنین دلتان نمیکنین دیگه او اگر کردین کنید باید دیگه ما اولین بار آمدیم که در ازبکستان و در یک خیابانی که مثلا غذاهای زیادی مشهور غذاهای مشهور ازبکستان در اینجا فروخته میشه که در خیابانیش که هستن امی بازار هست هر کسی که آمدین باید از این بازار دیدن کنید و کسایی که امی علاقمند کشور ازبکستان هستین دیگه واقعا عالی است کشور ازبکستان یک کشور خیلی عالی است از نگاه فرهنگ از نگاه دین و از نگاه رفتار مردم واقعا عالی هستند خلاصه از زایدل ما براتون روز پیشم گفتیم رسم عنعنه فرهنگ غذا جای دیدنی طبیعی جای همون لوکس خلاصه از الف تا یاش برای شما با تصویر میکشیم پس شما از زایدل ویدیوی ما را با اینا همراه باشین شما از زایدل با ما همراه باشین دیگه ببینید که ما کجا میریم و هر جایی که رفتیم
ویدیو میگیریم با شما شریک میسازیم. بیننده باشین دیگر. تشکر از شما.